بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت سوم از داستان ربیعه بنت معوذ، شخصیتی که گفتیم هم صحابیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، هم پدر ایشون جزو مجاهدان در راه خدا هست و هم عموهای ایشون و هم پدر ایشون و عموهاش جزو کسانی هستند که فرعون زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در تعبیر پیامبر ابو جهل رو به درک واصل کردن و اشاره کردیم این منزلتی بود که پیامبر نقل کرد و پدر ایشون در میدان بدر به شهادت رسید. و منزلت خود ربیعه بنت معوذ که گفتیم که ایشون در میدانهای جنگ شرکت داشتن و اشاره کردیم به روایتی که امام بخاری آورده بود که ایشون نقل میکنه که ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوات میرفتیم و ما هم در این میدان جهان شرکت میکردیم، اما به مجاهدان غذا میدادیم، بالاخره کمکشون میکردیم، زخمی ها رو و شهدا رو به عقب جبهه انتقال میدادیم و این تصویر شرکت این زنان مجاهده یا مجاهد در مسیر دین خدا هست و دعوت خدا، حمایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. من گفتم یکی از تصاویر بدی که در جامعه امروزه مسلمانان از یک زن مسلمان میخوان تصویر بکشن یا برخی به بیبند و باری دارن فرد رو مثلا تشویق میکنن یا دارن میخوان چهره ای رو به نمایش بذارن که به هیچی توجه نداشته باشه و خودش رها کنه از هر التزامی. فردی گروهی هم میگن نه، زنهای بیچاره رو در زندانهای خانگی یا در حبس‌های قرار میدن که از هر گونه حقوقی محروم بشه، در صورتی که ما وقتی که به زن در دیدگاه دینی و در نسل اولی و صدر اسلام نگاه میکنیم، به ویژه که الان خب چند هفته‌ایه که ما اختصاص دادیم برنامه‌مون رو به صحابیات زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نقش اونها رو، اهمیت اونها رو در دعوت اولیه اسلامی کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم از میدان پذیرش اسلام، میدان دعوت، میدان به قول معروف صبر و پایداری و استقامت، در میدان جهاد، در میدان هجرت، در میدان همسرداری، مادر بودن، در همه میدانها ما این تصاویر رو میبینیم. خب ما در جلسه دوم به اونجا رسیدیم که یک زنی اومده بود که عطر می آورد میفروخت در مدینه. یه روز اینو دید، خوب در جماعت زنایی که اونجا ما دیدم به خونه ها که عطر میفروشه، گفت تو دختر همونی هستی که سرور خودش رو کش پدرش؟ یعنی دختر همون کسی هست که سرور خودش رو کشت؟ نه، من دختر همون کسی هم که بنده خودش رو کشت. سرور خودش نشه. ابو جهل خب برای اونا خیلی مهم بود دیگه، اون مشرکین اینا. بعد زنه گفت قسم به خدا من دیگه به تو چیزی نمیفروشم. گفت نه ناراحت نباش، منم قسم به خدا از این عطرای گندیدی تو دیگه چیزی رو نمیخرم. اما خب هر چیزی در جایگاه خودش. حالا ببینید همین زندگی اصحاب پیامبر از مردان و زنان هم دارای نشیب و فراز هست، اما زندگی اونها با خوبی بوده، جدایی اونها هم با خوبی هست، چرا که شریعت خدا حاکم هست، حق بر زندگی اینها حاکمه. نگاه کنید اینها مرد سالار نبودن، زن سالار نبودن، فرزند سالار نبودن، قبیله سالار و مادر شوهر سالار و مادر زن سالار نبودن، بلکه حق سالار، حق شریعت در دین اینها سروری میکرد. خب در میدان زندگی و ازدواج هم خب برای الان نیا کن ربیعه بنت معوذ هم همین اتفاق میفته. ایشون هم جالبه در زمان عثمان رضی الله عنه با شوهرش ایاس ابن بکیر دچار مشکل میشه. بالاخره شرایط زندگیشون به گونه‌ای میشه که میبینه نمیتونه شرایط زندگی رو ادامه بده با شوهرش. خوب نکته داشت، نکته خیلی مهمه این برای مردانی که زنانشون دیگه نمیخوان باهاش زندگی کنن. میگن تو جامعه امروز آی دادگاه و شکایت من زنم میخوان طلاق بدن. نه، یه مقداری انسان عقل و خردش رو به کار بگیره، نگاه کنه الگوهای دینی چگونه هست. خب ایشون میگه نمیتونه دیگه زندگی بکنه، میره پیش عثمان رضی الله عنه و عثمان صحبت میکنه که تا تو مشکلات منو حل کنید. ما ببینیم که این داستان چگونه هست. این درست زمانی که حضرت عثمان در محاصره منافقان و شورشیان قرار گرفته، میره پیش حضرت عثمان میگه نگاه کن بین من و پسرعموم که شوهرم یه اختلافی رخ داده، من به شوهرم گفتم نگاه کن من حاضرم به خاطر این شرایطی که دیگه چون نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم، زندگیمون امروز تیره و تاریک شده، ما سالیان سال با هم زندگی کردیم، زندگی خوبی داشتیم، اما بعد از این نمیتونیم، ایمانمون به خطر میفته، من حاضرم که هر چی که دارم، هر چی که داریم تو زندگی برات رها بکنم، اما تو منو طلاق بدی. خب
شوهرم میگه باشه من این قبول دارم. میرم پیش حضرت عثمان، میگه که عثمان میگه چی؟ میگه نگاه کن که من بهش این حرفو زدم، این حتی دوشک من رو هم برداشت برد، یعنی اون بستری رو هم که روش ما میخوادم استراحت میکردم برداشت برد. و میگه من خب اینجا رفتم پیش حضرت عثمان و گفتم داستان اینجوریه، من بهش اینو گفتم این همه چی رو گرفت. میگه حضرت عثمان گفت الشرط املکو، شرط اون چیزیه که بالاخره اون مالکه، تو شرط کردی خلع کنی از اون جدا بشی و گفتی اینها رو حاضرم به تو بدم تو منو رها بکنی. و حتی اون میتونست مثلا اون چیزی هم که رو سر توی حالا مثلا بستیز موهاتو یا هر چیز دیگه اون رو هم بگیره، یعنی چون تو گفتی هر چی که هست. و ابن عمر رضی الله عنه میگه که از ایشون در مورد فتوای حضرت عثمان سوال کرد که خب چگونه تو از همسرت خلع کردی. من این تصویر رو کشیدم. ببینید اصحاب پیامبر ازدواج هاشون هم بر اساس محبت و دوستی و الفت بوده. اگر زمانی هم احساس میکردن زندگیشون دیگه ممکنه خدای نکرده به گونه‌ای باشه ایمانشون و آرامششون رو به هم بزنه، باز هم با محبت از هم جدا میشدن. چون ما الگوهامون رو متأسفانه الگوهای شیطانی و سریال‌های شیطانی یا داستان‌های شیطانی یا زنان و مردان شیطانی که تو خانواده‌های ما میان نفوذ میکنن میگیریم، هم زندگی‌هامون رو در ازدواج‌ها تلخ و تیره میکنیم، هم اگر به جدایی‌ها لازم بشه تلخ و تیره میکنیم. این یک حقیقتیه. خداوند یه حلالی رو قرار داده که این حلال در جای خودش میتونه کاربرد داشته باشه. در هر صورت در مورد ربیعه بنت معوذ نقل شده که ایشون هم راوی احادیث پیامبر هست، جدا از این که شرف جهاد، شرف صحابی بودن، همه اینها شامل حال ایشون نقل شده و نقل کردن. و روایاتی هم که از ایشون در کتب حدیث اومده و حتی مواردی نقل شده. مثلا یکی از مواردی که ایشون از احادیث که نقل کرده میگه ارسل النبی صلی الله علیه و سلم غدات عاشورا، اون روز ظهر عاشورا پیامبر افرادی رو فرستاد الی قرى الانصار، به روستاهای انصار، و گفت من اصبح مفطرا، هر کسی که تا به حال چیزی رو خورده یعنی روزه نداشته فلیتم بقیت یومه، امروز بقیه روزش چیزی نخوره. البته این بعدها به جنبه استحباب پیدا کرد. و من اصبح صائما، اما اگه امروز کسی هم روزه هست خب روزش ادامه بده. ایشون میگه فکنا نصومه، ما اون روز عاشورا روزه میگرفتیم و نصوم صبیاننا، و بچه‌هامون هم چیکار میکردیم؟ سعی میکردیم که روزه بگیرن، کار میکردیم روزه بگیرن. و نجعل لهم اللعب من الاهن، با پنبه اینها براشون بازیچه درست میکردیم با پشم و اینها. فاذا بکا احدهم علی الطعام، تا یکی گرسنه میشد میگفت من غذا میخوام، برای اینکه آموزش بدیم اونها رو بر سختی و بالاخره مهارت هایی که لازم هست. ما این بازی رو میدادیم تا زمان افطار سرگرم میشن، افطار همه با هم افطار بکنیم. در هر صورت ام المؤمنین عایشه ایشون به نزد ایشون میرفت و از فقاهت ایشون بهره مند میشد، از علم و روایتی که ایشون از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت، چرا که منزلت ایشون بالاخره پیش ام المؤمنین عایشه هم مشخص بود. و در سال 45 هجری پیامبر ربیعه بنت معوذ در زمان امیر معاویه از دنیا میره، در صورتی که خب عمر طولانی داره که عمرش همه در خیر و برکت هست. و خب نکته‌ای که اینجا قابل اهمیت هست، خداوند در مورد این اصحاب پیامبر وعده بهشت داده. و خب این ربیعه بنت معوذ یکی از اصحاب بانوان گرامی صدر اسلام است و مازاد بر همه این مواردشون جزو کسانی که در بیعت شجره، در اون بیعت رضوان که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت میکنه، امام نووی نقل میکنه که کسانی که با پیامبر در اونجا بیعت کردن زیر اون درخت، و که در اون بیعت اینگونه بود که با پیامبر گفتن ما بیعت میکنیم با تو در برابر بهشت که تو رو یاری بکنیم، صبر و پایداری و جهاد داشته باشیم. و به این گونه نقل شده که 1400 نفر از مهاجران انصار در اونجا با پیامبر بیعت کردن، از مرد و زن، که یا ما در اینجا و در این بیعت پیروز میشیم یا به شهادت میرسیم، اما با قلبی راضی و مطمئن هستیم که این بیعت رو داریم با تو انجام میدیم. و خب اینجا هست که بگه خداوند این رضایت خودش اعلام میکنه، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا راضی شد از مؤمنانی که با تو زیر اون درخت باهات بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست که در قلب‌های اونها چیه، ولی اونها به خاطر ایمان اومدن با تو چیکار کردن؟ بیعت کردن. فانزل السکینه علیهم، به اونها آرامش رو فرستاد. و اثابهم فتحا قریبا، و پیروزی بزرگی رو خدا نصیب اینها کرد. خب پس ببینید
ربیعه بنت معوض هم شامل این شده و این اصحاب پیامبر کسانی هستند که در تورات، انجیل در مورد اینها و بخشش و مغفرتی که گفته شده شامل حالشون شده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اشاره میکنه که لا یدخل النار احد ممن بایع تحت شجره، هیچ کسی با من زیر درخت اینجا زیر این درخت و در بیعت رضوان بیعت کرده وارد آتش نمیشه. امام مسلم همینجوری نقل کرده در مورد اصحاب بعد و اصحاب بیعت شجره که در مورد یکی از حاتب ابن ابی بلتعه هست، یکی از اصحاب که دچار یک خطایی میشه، بالاخره داستانی داره، حالا در جای خودش داستانو شاید براتون مطرح کردیم، تعریف کردیم، الان یادم نیست گفتم یا نگفتم، نگاه میکنم اگر نگفته بودیم داستانو در روزهای آینده خواهیم گفت که یکی گفت ها حاتب ابن ابی بلتعه وارد جهنم میشه، پیامبر گفت نه دروغ گفتی، اون به جهنم نخواهد رفت. شهید بدرن و الحدیبیه، اون هم در جنگ بدر شاهد بود و در حضور داشت و در هم جنگ حدیبیه. و این در هر صورت مجموعه از تصاویر و زندگی هایی بود که ما تا این لحظه از زندگی این صحابیه بزرگوار ربیعه بنت معوض خدمتتون ارائه دادیم و با این جمله که پروردگار میگه ان المتقین فی جنات و نهر، اهل تقوا در باغ‌های در بهشت‌ها و نهرهای جاری هستن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که اینها در نزد که بالاخره پادشاهی قدرتمند و فرشتگانی مقتدر یا هرچه هستن. امیدواریم ما از این داستانها بتونیم درس بگیریم و عبرت بگیریم بدون اینکه متاسفانه دچار خطا یا اشتباه بشیم. تا فرصتی دیگه و درسی دیگه از درس یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.